سلام بیننده گرامی، امروز پنجشنبه 29 اکتبر است. ساعت به وقت شهر پراگا 10. حالا فرصت نشر سرخطی خبرها فرا رسید. عبدالله اشرف هستم همراهتان و در چند دقیقه دیگر آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را منظور شما می‌سازم. یک افسر و 3 سرباز یک قسم نظامی وزارت دفاع تاجیکستان به زندان محکوم شدند. دادگاه حربی ولایت ختلان در مرافعه نهایی روز 26 اکتبر حکم خود را صادر نمود و افسر ابرانوف بختیار را به 9 سال و سربازان محمد علی فرقت و خیدروف قاسم الهام منصوروف را به 7 سالی برای به مرگ رسانیدن سرباز رمضان زایروی 22 ساله روانه زندان نمود. تفتیشات میگوید آنها برای قضای حاجت کدام سرباز در نزد دیواری دیدبانگاه رمضان را لط و کوب میکنند و به او مهلت بدهند که تا ساعت 12 روز معلوم کند که کی چنین رفتار را صادر کرده است. رمضان تحقیر و لط و کوب را تحمل نمی کند و به مناره دیدبانگاه میبرد و خودش را با تیر کلاشنیکوف میپراند. رمضان زایروف را سال گذشته به عسکری آورده بودند و او در یک واحد نظامی وزارت دفاع در حدود ناحیه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان خدمت میکرد. جسد رمضان زایروف سرباز قسم حربی وزارت دفاع در اوایل ماه اوگوست سال روان به والدانش سپرده شد. هنگام سپردن جسد به والدانش گفتند که هنگام بازی با سلاح ناگهان او به خود تیر زد و در راه به بیمارستان فوتید. پیوندانش به این حرفهای مسئولان قسم حربی باور نکردند و به دادستانی حربی مراجعت نمودند. در تاجیکستان به کارمندان مقامات قدرتی و نظامی ها حق دادند که رایگان از نقلیات جمعیتی استفاده کنند به استثنای تاکسی. روز 28 اکتبر وکیلان در جلسه مجلس نمایندگان به چند قانون کشور تغییرات وارد کردند. طرح این تغییرات را عظیم ابراهیم وزیر نقلیات تاجیکستان معرفی کرد. بنابر تغییرات قبول شده کارمندان وزارت کارهای داخلی، امنیت، سربازان و افسران وزارت مدافع، کارمندان آژانسی مبارزه با کروپسیا، سابقه‌داران جنگ و برطرف کنندگان صدمه چرنوبیل، جایزه‌داران مکافات‌های دولتی، کودکان یتیم و معیوبان از حق رایگان استفاده نقلیات شهری و نزد شهری برخوردار شدند. به گفته عظیم ابراهیم همچنین این تغییرات شکل جبران مبلغ استفاده از نقلیات برای این افراد از سوی حکومت را مشخص می کند. یعنی به این ترتیب این گروه اهالی می تواند در نقلیات جمعیتی در شهرهای دوشنبه، خوجند و باختر که در آنها نظام الکترونی پرداخت جاری شده است رایگان استفاده کند. ضمناً در ادامه اجلاسی نوبتی وکیلان که دیروز برگزار شد به کودکس انداز نیز تغییرات وارد شد و وکیلان از آن جانبداری کردند. در این جلسه فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان در نزد وکیلان در شرح این قانون گفت که به قانون انداز کشور تغییرات نسبت به تجارت الکترونی وارد کرده می شود و گفت از تجربه برخی از کشورها از جمله روسیه و ازبکستان و قزاقستان آموختند و اکنون کلی شهروندان خارجی که توسط اینترنت تجارت و یا خدمات پیشنهاد میکنند وظیفه دارند در طول 20 روز آغاز فعالیت خود رسما نهاد انداز را آگاه سازند و انداز سپارند. به گفته فیض‌الدین قهارزاده این علاوه به قانون انداز مطابق طلبات سازمان جهانی تجارت است و هرچند تا حال این افراد اندازبندی نمی شدند از این به بعد آنها انداز خواهند داد. بعد از خروج کرونا ویروس در تاجیکستان در بهار سال جاری و بسته شدن بسیاری از بازارها در کشور تجارت اینترنتی نیز توسعه یافت و مردم برخی از انجام خود را از بازارهای اینترنتی خریداری میکنند. در تاجیکستان نرخ انگشت بالا رفته است. هرچند وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو از افزایش استخراج انگشت خبر می‌دهد. حالا ارزش 1 کیلو انگشت استحصال تاجیکستان تا 80 درم و انگشت قرقیزستان تا 2 سومانی ارزش دارد. ساکنان میگویند ارزش این نوع مواد سوخت نسبت به 1 سال پیش از 50 تا 70 درم بالا رفته است. شاینبک شودیف یک ساکنی دهه ویتکان مسچاه در صحبت با رادیو آزادی گفت که سال گذشته یک خلطه انگشت 25 کیلویی 13 سومانی بود، حالا 21 سومانی ارزش دارد. نگرانی ساکنان از بالاروی نرخ انگشت در حال است که وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو به رادیو آزادی گفت استخراج انگشت در 9 ماه سال
جاری بیش از 1.5 میلیون تن بوده، نسبت به همین دوره سال گذشته 45,000 تن بیشتر است. مقامات گفتند کارخانه‌هایی که انگشت را از زیر زمین استخراج می‌کنند یک تن این سوزشواری را از 187 تا 603 سومانی نرخ گذاشتند، اما ارزش انگشت سنگ استخراج شده از کان‌های باز از 100 تا 330 سومانی بوده است. مسئولان وزارت سبب بالاروی ارزش انگشت را به تغییریابی قیمت واسطه‌های استحصالی از جمله قسم‌های احتیاطی، سوزشواری، روغن‌های تکنیکی و مواد ترکنده ربط دادند. در حالی که مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان در قطر برای قطع جنگ بیش از 40 ساله در این کشور ادامه دارد، در ولایت بدخشان گروه طالبان حمله‌هایشان را بیشتر کرده است. همکنون در 22 ناحیه یا ولسوالی ولایت بدخشان درگیری‌ها میان نیروهای دولتی و طالبان شدت گرفته است. برخی از این منطقه‌ها با تاجیکستان مرزی مشترک دارند. فعلا درگیری‌ها میان نیروهای دولتی و طالبان در اطراف فیض‌آباد، همچنین در بهارک، ناحیه‌های دشوارگذری مثل وردوج، جرم، کشم، راغستان، کوفاب، نوسی و مایمای درواز ادامه دارد. برخی از این منطقه ها با ولایت ختلان و ولایت بدخشان تاجیکستان هم مرز می باشند. ثناءالله روحانی سخنگوی پلیس بدخشان گفت که 22 ناحیه با شمول بخشی از فیض‌آباد، مرکزی مأموری این ولایت طی روزهای گذشته شاهد درگیری های خونین بوده است. با گفته او در هفته گذشته نزدیک به 10 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. تاجیکستان با افغانستان بیش از 1400 کیلومتر مرزی نظارتش دشوار دارد. در این کشور همسایه بیش از 40 سال باز جنگ ادامه دارد و تلاش‌ها برای سازش صلح هنوز به نتیجه نرسیده است. در ازبکستان دستگاه‌های نبض سنج و کنسنتراتورهای اکسیژن را برای استفاده موقت در خانه به طور رایگان به گرفتاران کرونا ویروس می‌دهند. کمیسیون جمهوری مبارزه با کرونا ویروس در ازبکستان پیشنهاد تقسیم این دستگاه‌ها را قبول کرد. همکنون دستگاه‌های اضافی بیمارخانه‌ها به خانه‌های ساکنان برده می‌شوند. همزمان گفته می‌شود که دستگاه‌های نبض سنج و کنسنتراتورهای اکسیژن به کسانی داده می‌شود که از کرونا ویروس تبابت گرفته ولی به برقرار شوی در شرایط خانه نیاز دارند. وزارت تندرستی ازبکستان تا این زمان ترتیب تقسیم دستگاه‌ها را اعلام نکرده است. در قزاقستان سامانه سلام دپوتات نقطه کز تأسیس داده شد که توسط آن شهروندان می توانند به وکیلان خود مراجعت کنند. برای مثال شهروندان می توانند درباره بودجه کشور، شهر و یا ناحیه خود از وکیلان بپرسند. گلیم جان آرزینبت یکی از سازمان دهندگان این سامانه میگوید هدف طرح برقرار کردن رابطه مستقیم بین انتخاب کنندگان و وکیلان، همچنین بالا بردن فعالمندی انتخاب کنندگان در مورد بودجه دولتی است. بنابر مشاهده ما، او گفت در این روند اندازه‌سپارندگان که از حساب آنها بودجه در کشور پر می شود چندان به این روند توجه ندارند. از همین خاطر ما یادداشت میکنیم که بودجه دولت باید با نظرداشت فکری اندازه‌سپارندگان جمع و تقسیم شود. وکیلان باید در جریان باشند که کدام مسئله ها ساکنان را به تشویش می‌آورد و در جلسه های خود به بررسی گیرند، ابراز داشت او. تشبثکاران از وکیلان پارلمان و مجلس‌های محلی درخواست کردند که سراغه‌های الکترونیشان را در اختیار سازمان دهندگان این سامانه گذارند. گفته می شود 70% وکیلان پاسخ مثبت دادند. بیننده ارجمند، ما هر لحظه خبر و حادثه‌های تاجیکستان و جهان را پیگیری می‌کنیم. در برنامه اخبار شما را با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان آشنا می‌سازیم. برنامه اخبار آزادی ساعت 5 به وقت دوشنبه در کانال آزادی ویدیو و در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org مستقیما نشر می شود و هم ثبتش را می توانید آنجا ببینید.